به نام خدا، من میلا شیرزاده هستم. امروز هم میخوام دانلود یه فایلی از اینترنت رو به شما یاد بدم. قبل از هر چیزی شما میتونید از سایت برنامه اینترنت اکسپلور استفاده کنید و قبل از هر چیزی باید شما یه برنامه دانلود منیجر داشته باشید. دانلود منیجر الان برای من دانلود دپه. دانلود منیجر زیادی هست. دانلود خود اینترنت دانلود منیجر که من از این دانلود دپ استفاده میکنم. فرقی نمیکنه، تو سرعت یکیه. اول از همه میریم به سایت گوگل. برای اینکه یه برنامه رو مثلا دانلود کنیم، مثلا دانلود بازی کلش آف برای کلش آف اندروید. مثلا اندروید کمی سبک خاطرم. برخورد قبیله. خب کلاش آف کلند میتونید به صورت این اوپن وید تب نیو تب استفاده کنید که سرعتش هم زیاده، یه صفحه دیگه باز میکنه. خب اینجا کل جزئیات کلاش اف کلنز رو آورده که دانلودش هم فکر کنم این پایین باید باشه. بله اینا. خب اینجا سه چهار تا گزینه آورده که با گوگل پلی میگه دانلود کنید. میگه دانلود با حجم 49 میگه مگابایت 49. خب روی اونی که نوشته دانلود با حجم 49 میکنید راست کلیک میکنیم. چون برا من دپه اینجا میاره وید دپ. خب اینجا آورده. خب سیو. من تو دسکتاپ سیوش میکنم. خب کمی دانلود طول میکشه، حالا یه ذره کمی نمیدونم چرا مونده، حالا به این سرعت اینترنت خودم. همیشه وقتی چیزی دانلود کردنی ببینید که رمزی پسوردی داده یا نداده. خب فایل های نصب برای خب میگه برای تولید بدون پسورد. آها ایناش پسوردش اینه. همیشه پسوردشو کپی کنید. سایت دیگه باز کرد کپی. اکثرا یه فایل یا یه چیز دیگه مثلا اینجوری بسید اینجا پستش کنید دوباره. خب من اینو سیو کردم. کلاش آف کلنس. اکثرا بازی موبایل رمز نمیخواد که اینجا نمیدونم چرا رمز دادم. اینم صحنای بازی. هنوز نصف نشده. میتونید برنامه دانلود دپ را از اینترنت یا اگه خواستید میتونید به جیمیل میلا شیرزاده @gmail.com برید و ازم این برنامه رو بخواید. نصبش هم که بسیار آسانه. اینم قسمتی از فیلم کلاش آف کلنز که ببینیم میاره یا نمیاره. بله آورد. بله
اکثر این تیر بازی ها به صورت آنلاین میشه که با توییتر یا فیسبوک میتونید با دوستاتون هم بازی کنید. یکی از بازی مشهور مثلا هایده که از طریق فیسبوک میتونید با دوستاتون بازی کنید. یه باغ میتونید توش مثلا مرغداری و گاو بعد اینجوری خرید و فروش کنید از دوستاتون تو فیسبوک. هم جزئیات بازی رو برده: ساخت روستا در مکان دهقان، نبرد با بازیکنان دیگر از سراسر جهان، پیوند با سایر بازیکنان برای نبرد نهایی، 4 مرحله زیبا و جذاب. میگه که میتونید تو حالا یه برنامه مثلا فیسبوک با دوستاتون بازی کنید یا حتی اونی که خودش گفته تو کل جهان هر کی باشه میتونید باش بازی کنید. نبردهای خشمگین. خب اینجا فایل باز میشه و همین راحتی فایل دانلود شد و تموم شد. و برای نظردهی یا سوالات خودتون میتونید به جیمیل میلا شیرزاده @gmail.com مراجعه کنید. ممنون از تماس.